تنوع در فرم چشم ها میتونیم از شکل های هندسی کمک بگیریم. دایره، بیضی، بیضی کشیده و ترکیب اشکال با هم. حالا قسمت رنگی و عنبی چشم رو میکشیم و داخلش اون سیاهی چشم که مردمک هست رو میکشیم. برای اینکه چشمامون خوش فرم تر بشه میتونیم از برق نور براش استفاده بکنیم. در فرم چشمای فانتزی میتونیم از موجه های مختلف، موجه های کوتاه و بلند هم استفاده بکنیم. برق نور کمک میکنه که چشم ما حالت زنده تری پیدا بکنه و حالت شیشه‌ای و شفاف به چشم های ما میده. اگر بخوایم چشمامون حالت خمار پیدا بکنه میتونیم بخشی از عنبیه چشم رو زیر پلک قایم بکنیم. برای چشمایی که به این شکل فرم داره میتونیم قسمت عنبیه رو به صورت دایره و یا اگه دوست داشته باشیم میتونیم فرم خود چشم قرار بدیم که من اینجا فرم خود چشم قرار دادم. اینجا هم از ترکیب دایره و مربع کمک گرفتم برای اینکه بتونم شکل چشمم رو فرم جدیدتری بکنم. و اینجا از ترکیب مستطیل و بیضی استفاده کردم. بچه تعداد برق نورها 2 تا 3 تا باشه خوبه. اگه بیشتر باشه چشم حالت اشک‌آلود پیدا میکنه. به فرم و جهت قرار دادن موجه ها در چشم نگاه کنید.